در شهر دوشنبه ارزش گاز مائع که 60% ماشین‌های سبکرو از آن استفاده می‌کنند در هفته روان از 3 سومانی و 40 درم به 4 سومانی و از آن بیشتر رسیده است. حالا در اکثر نقطه‌های فروش گاز مائع نرخ 1 لیتر آن 3 سومانی و 90 درم و در فروشگاه‌های شرکت گازپروم نفت 4 سومانی و 10 درم ارزش دارد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نهاد نظارت کننده نرخ بازار میگویند نسبت به دیگر نوع‌های سوزشواری گاز مائع از همه طلبات زیاد دارد و محض با این سبب آن در کشور کمچین شده است. مسئولان نقطه‌های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه میگویند بلند شدن قیمت گاز مائع در پایتخت تاجیکستان با کمچین شدن آن در داخل کشور ربط دارد. آنها نخواستند در این باره در نزد کامera صحبت کنند، ولی گفتند احتمال تا روزهای من بعد نرخ گاز مائع باز هم بالا رود. گاز مائع نسبت به بنزین و سلر که ارزانتر بود و رانندگان قشر میان حال نیز بیشتر از این محصولات استفاده میکنند. رانندگان و بخصوص رانندگان مسافربرها در شهر دوشنبه و کنارهای اطراف آن میگویند بلند شدن نرخ گاز مائع کار آنها را ضررناک کرده است. یا هفته شد در 3 سومون و 60-70 درم بود و 3.94 شده گه. خاک مجبوریم گاز قد استفاده بردن گیریم با بنزین دیده با این ارزان تره اخی قیمت‌تر هم شاید همین گاز قد یکن استفاده بردن بگیریم. بنزین با قیمت‌تر از نظر به گاز با بنزین 2 سومون فرق میکنه. طبق حساب‌ها حدود 60% ماشین‌های سبکرو در تاجیکستان از گاز مائع استفاده می‌کنند. سوزشواری در تاجیکستان از آن محصولاتی میباشد که تغییرات در نرخ آن به زندگی مردم تأثیری به واسطه دارد. بلند شدن نرخ سوزشواری در گذشته به بلند شدن راهگیرا و همینطور محصولات بازار میرساند. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان طلبات کشور به گاز مائع در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن را تشکیل می‌دهد. قبلا مسئولین آژانس ضد انحصاری گفتند که سال گذشته به تاجیکستان 350,000 تن گاز مائع وارد شده است. بیش از 70% این نوع سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد می‌شود و باقی مانده آن از روسیه، ترکمنستان و قرقیزستان آورده می‌شود. مولا رجب یوسفی، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه.